بیا تا بهت یاد بدم چطوری شکم بادمجون رو سالم خالی کنی و یه دلمه شکم پر خوشمزه درست کنی. اول پیاز رو تفت میدم، بعد گوشت چرخ شده، کشمش، برنج و لپه پخته شده رو اضافه میکنم. ادویه‌ام اضافه میکنم تا حشومون آماده بشه. برای بادمجون طبق فیلم فقط پوستش رو فشار میدم. بادمجون راحت از دیواره جدا میشه. بعد بادمجون، فلفل دلمه و کدو رو هم با همین حشو پر میکنم. کف قابلمه چند تیکه گوشت میذارم. حتما بذارید، خیلی خوشمزه میشه. و دلمه ها رو دونه دونه میچینم. سسمونم بارو گوجه و ادویه است که خوب تفت دادم و بهش آب به میزان لازم اضافه کردم. حالا سس روی دلمه ها میریزم و 3 ساعت اجازه میدم با حرارت کم بپزه و ماشاءالله تبارک الرحمن دلمه های ما آماده است. اگه خوشتون اومد لایک و کامنت یادتون نره.